یکی از بهترین و خوش‌صداترین آوازخوان صنعت تاجیک که صدایش در ژانر فلک همتا نداشت. سراینده که تمام مردم تاجیک فیته های آواز در آن صدا میداد. آواز او را شنیدم و از اون لحظه ها با اون آواز با اون صدا یک مهر و محبت پیدا کردم. استاد حبیب الله بیگ محمد انسان بودن که سراپا هنر. او با قد هر یک مصرع، با قد هر یک سخنی والای اشعار شعرهای کلاسیک می رسید. بسیار مردی سخندان بودن، بسیار یک مردی فرهنگی بودن که هر یک سخن را اول با ترازوی عقل برمیکشید و سپس به شنونده با اون مخلصی که مشتاق صدایش بود میرساند. اولین بیننده‌ای خورشیدم از روز ازل، زندگی رو پرتوی امیدم از روز ازل، پیروی خورشیدم و روشن دلی عالم مهنمی. پدر من دیر به صحنه اومدگی در روسیه یک دو طور طبله خطی در همین استودیو میدروان میخوند. نگاه میکردی در تمام ماشین در تمام چی مشهور شده بود با یک دو طور خیلی کم صنعتکارایی که با یک دو طور توخه شل در استودیو میدر اومده با یک طبله هم خیلی با یک او زنده حساب میکرد میبرد کسیته روز وقتو کسیته بود در تمام جو بود. هر یک سرود را اون کس نمیسرایدند، بیشتر اون سرودی که برای شنونده یک چیزی دیاد در زندگیش. وقتا آخر باید بیشتر با سرودهایی که وصف وطن و دوست داشتنی خاک این سرزمین ما را افاده میکرد فراگیر بودن. سرودهاش بیشتر سرودهاش پند اخلاقی بودن برای جوانان، برای اون نفرانی که باید به قدر این تاجیکستان عزیز برسن، بیشتر برای اون راه اندازی کرده بودند. میگفت که خیر برای آینده برای وی نه در تورا یاد بگی، اسبوعی نخواهم شد تورا یاد بگی، غیجه یاد بگی. همین سخنان را دویم با همون میگفت که مثلا از شعر بسیارتر یک کلاسیک مثل حافظ بیدل سعدی جلدون رو می اما خلاصه که همین شعر کلاسیک حتما باید اقلان که مثل یک 5-10 غزلشون باید بدون از یک کلمه مثل همون شعر کلاسیک بسیار با من نصیحت هم خیلی میکنم. ما که 4 برادر بودیم، من دیم پسرش هستم، روز که همین کسب را من انتخاب کردم.
بعد بسیار بود در بولای ما بسیار بود وای میکرد سخیر میکرد که خیلی برای آینده خود وای بسیارتر اسباب خلقی را اون با آموزو اون سرودهای بیشتر میخوندن که آدم از کشاکش این روزگار از ظلمات شب بیرون میکند. هر یک مصرعی که آنها برای شنونده قرائت میکردن و زمزمه میکردن آدم را به عالم رنگین به دنیای زیبایی راهنمایی میکرد و عموما خستگی را رفع میکرد. هر یک سرود ترانه این مرد هنر به شنونده یک راحت میبخشید. دل غلامی شاهی جهان باش شاه باش پیوسته در حمایتی لطفی اله باش شوخی سخت هم میکردم. بعد اون اشنا بوده که مورا میبوده که مسئول دوره استودنتی مونده. بعد یک همکورس من روزی که قطعه همراه بردم. بعد وقتی که خونه دارم گفتیم خیلی یک پیوله چوی وزن میگیریم بعد معرکه را وای سر میگیریم که ما همه همکورس وقتی بلوی هم وای داشتگی بدیم. ما وقتی که توی دور سر که نوزی ما همه خروک موزی پختگی نیسته وقتی که ما سر کردیم که هم لحظه ده یک لگن گوشت آورده یک لگن گوشت آورده دنبولی دست خون مونده ما سر کردگی بعد ما خیلی خوندن گرفتیم ما هم کورس خوردن گرفتیم بعد هم در طور قطعی یک فای شوخیش کرد که وای تنده خود تو سلات بخور وای گرگای را گوشتا گرگ میخوره خیلی روز که هم اول نومش میدونی که شما که گرگی بیکی وای شنوخته بوده مشهور بود بین مردم ده بعد نومی اولشون آنم به حبیبالله بیک. این دو طوره می باشد که حبیبالله بیکوف با این چندین سرودها را سرایده است و در همه محفل‌های فرهنگی روی صحنه محض با همین دو رو با این لباس زردوزی می برآمد و صحنه را جلوی دیگر می بخشید. سرودهای این مرد هنر آفتابی را می‌ماند که با کاشانه‌های شنونده ضیا می‌بخشید، کس را به فردای زندگی دلگرم می‌کرد و دنیا را به چشم نمودار می‌ساخت. زمانی که سرودش را می‌شنوی در بال آرزوهای جوانی سیر می‌نمایی. هر سرود اجرا نموده‌اش از دل به دل چون پیام راه می‌رود. صحرای نوبهاران با یار خوب است داغی دل نباشده کایلال زور خوب است. سرودش ندای بود به ما خاکیان، زیرا سرود فلکی خود ندای است، راز است که هر مرد خیرمنکوب را از قلب رنجورش به آفریدگار زمین و آسمان بیرون میکند. سرودهای سرایده حبیبالله بیکوف ملهم بود بر دل دردمندان. حبیبالله بیکوف مرد بود حلیم و خاکسار، انسان بود زمینی، هنرمند بود دلآگاه و از زمره آن هنرمندان بود که دائما در تکاپوی سرودی نو همه وقت پای ایجاد نوگانی بود. زحمت زیاد میکشید تا در دل مخلصان آوایش ابدا مسکن گیرد و یک عمر به نکی یادش بکنند. آفتاب از در آید خانه روشن می شود دانه با دانه ها پیوست خیرمن می شود. حبیبالله بیگ محمد از زمره اون هنرمندانی بودند که باری هم اگر زیر لب اگر سخنی کرده باشید حتما ساز مردمی را به دست میگرفتن برایت زمزمه میکردن.
بسیار یک مردی حاضر جواب بودن، مردی سخنده بودن، مردی معنی رس بودن و زود اون سوالی که برای اون کس میکردید هم توسط سخن، هم سخن والا، هم توسط شعرهای بیتهای والاگوهر اشعار شعرا زمزمه میکردن و حاضر جوابی میکردن. بسیار یک مردی خوش شخشق بود، بیکینه بود، دوستدار این سرزمین بود، دوستدار این وطن بود. این وطن رو سراپا وصل میکرد، دوستداری میکرد. بودن چنین مردی خاکی. بیشتر رو از اشعاری وقتی که صحبت میکردیم، دلداده اشعاری شاعری شیرین کلام حاجی حسین بودن و اون روزی که ما 2 روز پیش از وفاتش در اینجا در اتاق کار من مهمون بود، شدیم صحبت دراز داشتیم و گفتن که 5 سرود حاجی حسین را من به انتهای آواز نوشتم، میخواهم که این را هم و توسط شبکه ها نوار برداری کنم و یک برنامه پیشنهاد کنم. عمر وفایی نکرد که این سرودها را ما توسط تلویزیون ها بشنویم و تماشا کنیم. رشته تقدیر حبیب الله بکفرو از میان اهل عائله، از میان مخلصان و از میدان صنعت تاجیک شب 12 اکتبر سال 2017 کنده کرد. ولی یاد این هنرمند زنده یاد در دل تمام مردم تاجیک و مخلصانش همیشگی است.